است که در اینجا نشر شده است. همونطور که شما میبینید در این اخبار کسانی که از حکومت نترسیدند به اونها چی شد؟ یعنی این مسئله را من آوردم که شما همونطور که میبینید اینجا روزنامه‌نگار ذوق‌بک سید امینی است و پیر محمدزاده عبدالستار. این دو روزنامه‌نگار را شما میشناسید. پیر محمدزاده را شما خوبا میشناسید، کسی که یک مراجعت کرده بود به حکومت تاجیکستان که بسیار سر صدای زیادی را بلند کرده بود. هر این نفرها در تلویزیون دولتی نیز کار کردگان، اینش در رادیوی دولتی کار کردگی است. پیر محمدزاده و سید امینی نیز در تلویزیون دولتی کار کردگی است. برنامه‌های سید امینی در مسئله تروریست و در مقابل تروریسم خیلی در اینترنت پربیننده ترین بودند. بسیار مبارزه می‌برد. فیلم‌های خیلی زیادی را ثبت کرده است که در مقابل تروریسم است. بعداً با بلاگری بعد از که از تلویزیون به مسئله که انتقاد می‌کردن بیرون شو کردن، با بلاگری پیوستن. شما ویدیوهای پیر محمدزاده را در یاد دارید که ویدیوهای تربیوی هر روز جمعه یک ویدیوی تربیوی نشر میکرد و مردم از او بهره میگرفتند. سید امینی نیز با اکسپریمنت‌های خود که در قدای کوچه دوشنبه انجام میداد، مادر فرزند را غم می‌کرد، فرزند مادر را غم می‌کرد، هزارها ویدیوهای تربیوی میکردن انجام میدادند. یادتون هست ذوق‌بک سید امینی مغازه باز کرده بود، مغازه کودکی با چندین نفر را هر روز خیر میکرد و فراموش کردین این مسائل را. شما وقتی که این مسائل را فراموش کنید بدانید که پروردگار شما را روزی می شود که فراموش میکند که مظلومین را فراموش کردید. حالا ببینید که این نفرها وقتی نترسیدن در مقابل تمام زورگوی ایستادن و حرف آزاد و آشکار در تاجیکستان زدن نسبتشون چی شد؟ یکی بیمار شده او، دیگر در شیزو. دیگه از بازداشت ذوق‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده 3 سال گذشت. یکی را چیکار کرده؟ بیمار شده است و دیگرش در کجا است؟ در شیزو. شیزو در کجا است؟ در اون جایی که گویا که تو جرم میکنی و تو رو میبرن در اونجا محکم میکنن و چند ماه را یا چند روز را نگاه میدارن. بیایید این مسئله را از رادیو آزیا پلوس بخونیم. از بازداشت و بعد روان زندان شدن ذوق‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده 2 روزنامه‌نگار تاجیک 3 سال پر می‌شود. حالا یکی از آنها در حجره جریموی زندان یعنی شیجا است و دیگری از بیماری عصب و درد چشم و ستون مهره در زندان رنج می‌کشد. با گذشت 3 سال پیوندان آنها از روزگار کنونی خود و حال روزنامه‌نگاران محکوم شده بعضی پلوس نقل کرده. ذوق‌بک سید امینی روز 8 ایول سال 2022 و عبدالستار پیر محمدزاده روز 9 ایول سال 2022 بازداشت شدند. پس از تقریبا 5 ماه بازداشت و گذشتن معرفی دادگاهی هر یکی این روزنامه‌نگار به 7 سال زندان محکوم شدند. حالا ذوق‌بک سید امینی در زندان معروف یکم سویتسک شهر دوشنبه و عبدالستار پیر محمدزاده در زندان شهر خوجند ادای جزا میکنند. 5 ماه باز عبدالستار خبری نیست. ببینید عبدالستار پیر محمدزاده این نفر است. این نفر نورانی که همونطور که گفتم هر روز جمعه بعد از نماز جمعه یک نوار را انجام میداد یا که پیش از نماز جمعه و مردم تاجیکستان را با حرفای نیک خود چکار میکرد؟ تربیه میکرد و بر راه روشن و بر راه راست روان میساخت. هر روز جمعه یک نوار تربیوی انجام میداد و زیاد صدای مظلومین بود. وقتی دلیر امامعلی را دستگیر کردن اولین شده چکار کرد؟ برای برادرش به در خانه برادرش رفت فرزند او را چکار کرد؟ سرش را مالید و گفت که پدر تو تنها نیست. حکومت این اتحادی این سرجمعی و این ناترسی را دید، چکار کرد؟ آمد اینا را هر اینا یعنی اینا 2 نفره رفته بودن هر اینا را دستگیر کرد. یادتون باشد این مسئله ها که فردا کسی که میآید در خانه شما میخواد فرزند شما را روحیه ببردارد، دیگر پدری تو گناه ندارد، پدری تو تنها نیست، ما در کنار فرزندی تو هستیم، در کنار پدری تو هستیم، چیکار میکنن؟ بازم دستگیر میکنن و پشت پنجره میبرن. این مسئله ها را فراموش نکنید. برای چی میگم که باید اتحاد سرجمعی موجود باشد به این مسئله؟ خب اکنون 5 ماه میشود عبدالستار خبر نیست که در کجا قرار دارد.
ابو عبدالکریم پیر محمدزاده دادر عبدالستار پیر محمدزاده به از پیروز گفت که از ماهی مرد به این سو از برادرش خبر ندارد. به قول او پیوندانش چند مرتبه به زندان خوجند رفتند ولی با عبدالستار پیر محمدزاده ملاقات کردن نتوانستند. ماهی مرد همین سال در روابطه به عفو چند کمیسیه به زندان رفته با محبوسان و وامی خوردند و روی خط آنها را که عفو می شود ترتیب می دادند. برادرم با کمیسیه میگوید که من بیگناهم، چرا نامی مرا بر روی خط آزاد شده ها وارد نمی کنید؟ این مسئله رو خوب دقت بدید. عبدالستار پیر محمدزاده میگوید که به همینو که به همین کمیسیه که من بیگناهم، چرا نامی مرا در روی خط آزاد شده ها وارد نمی کنید؟ کمیسیه چیزی نمیگوید ولی بعد رفتن آنها مسئولین زندان برادرم را جزا میدهند. چنان آگاه شدیم حالا در حجره کمیره جریموی یعنی شیزا است. چند بار همسر و فرزندانش به خوجند رفتند ولی دیدن نتوانستند. از همه وقت به این سو زنگ هم نزده است. یعنی ببین از همان وقت و الان به خونهشان زنگ نزده است. ما از وضع سلامتیش خواطر هستیم گفته است برادرش. حتی تو اون درجه را سخت خفیدن که وقتی که کمیسیه میآید میگوید که اسمی کسایی که عفو میشوند مینویسد، میگه که اسمی مرا بنویسید پیر محمدزاده، حرف نمیزنند و بعدا کارمندان زندان چیکار میکنن؟ میبرنش به شیجا. با شیجا کجاست؟ اونجایی که تو را چیکار میکنن؟ در یک اتاق علاهیده نگاه میکنن و تو را جریمه میکنن و اونجایی که تو در آزار و اذیت در بالای بتون سرد در یک جای بو میگیرد، در یک جای بو میکند و اخیر با کسل سیفلیس یا که کسل های گوناگون گرفتار میشوی، بعد آزاد میکنن از اونجا. مگر یگان وقتی که ما میگیم که در امروزه فضای جهانی حقوق بشر موجود است، در اینجا نظارت فلان کمیسیون فلان نهادها موجود است و هیچ نفر هیچ حرفی نداره. فکر میکنید که اینها دست میآورند؟ ما هزارها بار در تمام منبرهای بلند این مسئله ها را بیان کردیم و هیچ نفری به داد اینا نمیرسد مگر خود این مردم تاجیکستان اتحاد شوند و این ظلم را از بین ببرند و این مظلومین رو چیکار کنن؟ آزاد بکنن. هیچ نفر دیگه ای برای ما نمیاد کمک بکنه، هیچ نفر نمیاد خونه ما رو آزاد بکنه، هیچ نفر نمیاد پیر محمدزاده را از زندان آزاد کنه. کی میاد پیر محمدزاده را از زندان آزاد میکنه غیر من و تو؟ آخه این ترس اگر هم این گونه ادامه بیاورد هیچ نفر نمیاد او رو آزاد کند، هیچ نفر نمیاد پیر محمدزاده را آزاد کند. کی میاد پیر محمدزاده را آزاد کنه غیر من و تو؟ یا میخواهی که مثلا مثل یک کشور دیگر یک نفر دیگر بیاید، یک کشور دیگر بیاید بمباران کنه؟ همین را منتظر هستی که یک کشور دیگر بیاد بالای تا دوشنبه بمباران کنه و هزارها نفر بکشه، بعد حکومت امامی رحمان فاز بین ببره؟ همین را میخواهی؟ مگر تجاوز به خاک خودت را میخواهی؟ خب امروز وقتش است که بخوای بخزی حکومت را خودت بسازی. پس لطفا خواهش میکنیم در چنین مسائل ها بیاید اتحاد شیم، سرجم شیم و حرف بزنید. با گفته برادر پیر محمدزاده، زن و فرزند عبدالستار پیر محمدزاده حالا در وحدت در خانه‌ای که روزنامه‌نگار چند سال پیش بنیاد کرده بود حالا کاملا آباد نشده از زندگی دارند. او گفت که همه برادران روزنامه‌نگار با پیوندان او کمک می‌رسانند و شرایط زندگیش را به طوری باید و شاید تأمین می‌کنند. زن و فرزند عبدالستار از چیزی که کمی ندارند تنها خود عبدالستار نمی‌رسد و فرزندان او پدر نمیرسد، به عائله او تکیهگاه نمیرسد. گفت عبدالکریم پیر محمدزاده. سلامتی ذوقی‌بک سیدامینی خوب نیست. ببینید دوستان گرامی، مسئله که ما بیان کردیم، مسئله شیزا وارد کردن این نفران عاقبتش این گونه، یعنی مسخره کردن کسانی که حرف از آزادی، حرف از نیرومندی، حرف از آینده این ملت، حرف برای امید این ملت زدن این گونه است که تو اگر امروز آمدی از این ملت حرف زدی، برای آبادی و آسایشتگی این ملت حرف زدی، تو را چیکار میکنن؟ به این مسئله ها روبرو میکنن، سلامتیت رو از بین میبرن، آبرو، نیرو، شأن و شرفت رو از بین میبرن، اونقدر تو را ترسو و هراس میکنن که از زندان برآمدی دیگر امید برای آزادی این ملت، امیدی برای آینده این ملت و این کشور نداشته باشی.
دستی کسی را دیگر کمک کردن نخواهی. چرا؟ چون میگوی من 9 سال 10 سال در زندان ششتم و این ملت از پشت من نخیز. چرا باید من برای این ملت حرف بزنم؟ پس باید اینجا جوانان، نیرومندان و کسانی که توانایی ایستادگی رو دارند باید اینها بر بخیزند. هیچ نفر دیگر بر نمیخیزد مگر جوانان. به امیدی کسانی که 70 سال 60 سال 50 سال دارن نکنه دیگه اونها نمیخیزند. ما باید بر بخیزیم. ما جوانا نیرویی داریم که میتوانیم آزادی را در تاجیکستان به میان بیاریم و فراهم بسازیم. سلامتی زوقی سید امینی خوب نیست. مغفرت خدای نظر و همسر زوقی سید امینی در صحبت با آزیا پیلوس از وضعیت سلامتی روزنامه‌نگار اظهار نگرانی کرد. به قول او سید امینی پس از زندان شدن با بیماری عصب گرفتار شده است و 1 ماه اخیر از درد چشم عذاب میکشد. آنها تخمینا هر 3 ماه در زندان با همدیگر و میخورند و هر هفته روزنامه‌نگار با پیوندانش تلفنی گفتگو میکنند. باری اخیر که 27 ایون زن و شوهر در زندان ملاقات داشتند و روزنامه‌نگار از درد چشم و ستون مهره شکایت کرده است. دارو دادیم بردیم میخورن گفتن که به نزدیک کماد دکتری چشم هم رفته معالجه کردن. حالتش آنقدر خوب نیست. به نگرانی ابراز داشت مغفرت خدای نظر آورد. همچنین او گفت که چند وقت دست سید امینی از درد ستون مهره رنج میکشد. در این مدت از درد او ستون مهره تبابت گرفته است، اما حالا آن باز خروج کرده است. عائله زوقی سید امینی در دوشنبه زندگی میکند و به قول همسر روزنامه‌نگار شرایط زندگیش بد نیست. با آنها برادر زوقی سید امینی و خودش کمک مالی و معنوی میرسانند، ولی عدم سرپرستی خانواده سخت حس می شود. بچه های کلان شدن امسال باز 1 دخترچه هم مکتب رو می شود. دومین فرزند ما که او را زوقی بیگ به مکتب نمی برد. در واقعه های خاطرمان بچه های نبودنی زوقی بیگ برای ما دشوار است. میگویند مغفرت خود نظر آورد. پیوندان زوقی بیگ سید امینی امید دارند که روزنامه‌نگار ناگهان به خانه برمیگردد. یعنی با امید چی اند؟ با امید عوف، با امید اونی که ملت تاجیک، مردم تاجیکستان برمیخیزن و میآیند این خانواده را از این غربت و از این دوری پدر نجات میدهد. شما خوشحالی مردم سوریه را فراموش کردید وقتی که دیدید که مردم سوریه بعد از آزاد شدنی بعد از انقلاب شدن درهای زندان را شکستند و چگونه پدران و مادران از آزاد شدن فرزندان خوشحالی کردند. به خاطر خوشحال شدن چنین فرزندان، به خاطر خوشحال شدن چنین مادران باید ما بر بخیزیم و والله قسم اون خوشحالی را به هزار چی ما باید تقسیم نکنیم. اون خوشحالی واقعا خوشحالی است که باید ملت کاملا او را بچشد. اون خوشحالی را مطمئن باشید که ما و شما اگر بر بخیزیم این حکومت از بین بردن چیزی نیست. حکومت اشر چند سال داشت و چگونه از بین رفت؟ در چند روز از بین رفت؟ شما دیدید که وقتی که مجاهدین و مبارزین به میدان برآمدن در سوریه 2 هفته این حکومت را سرنگون کردند. کاملا 1 هفته و چند روز طول کشید که این حکومت از بین بره و چقدر خوشحالی به میان آمد. مردی که زیاده از 30 سال میشه در این زندان نشسته بود به خاطر بمباران نکردن ملت خودش از زندان آزاد شد و دیدید که چگونه او را با قدردانی مردم پیشواز گرفتن که تو روز این ملت را بمباران نکردی، روز این ملت را نکشتی، امروز جایگاه خاصی در این ملت خواهی داشت و او را به میدان برآوردن و اون قدر احترامی خاصی برای قائل شدن. و ما باید امروز بر بخیزیم و اگر در این راه شهید شدیم از پروردگار اجرش را خواهیم دید و اگر پیروز شدیم مطمئن باشید که در روز پیروزی ملت از ما قدردانی خواهد کرد
و بدانید که این کسانی که برای این ملت رفتن زندان شدن، روز ما باید قدردانی کنیم. ما بر بخیزیم، اگر پیروز شدیم قدردانی کنیم. اگر پیروز نشدیم، شکست خوردیم، باز فرزندان ما برمیخیزن، باز هم این انقلاب یک روز نه یک روز میشود و اگر ما این را بخوایم یا نخواهیم و چیکار میکنن آینده، قدرشناسی باقی خواهد ماند و کسی که برای این ملت برخیز جان داد، جانش را سپری داد، مطمئن باشید که قدردانی میشود یک روز. پس نباید ما ناامید شویم، باید بر بخیزیم و ترس هراس را دور کنیم.